از نگاه اسلامی چنانه که خداوند عظیم‌الشأن در سوره بقره آیت 114 فرموده است هیچ کسی ظالمتر از شخصی که مردم را از رفتن به مسجد منع میکند یا مسجدها را خراب و تخریب میکند وجود ندارد. این مسئله دیگر مفهوم است. اما از جهت سیاسی ما این مسئله را اگر مورد بررسی قرار بدهیم میبینیم که فرمانی که برای خراب کردن مسجدها یا تبدیل دادن اونها به مرکزهای طبی و استراحتی فراغتی غیر منطقی است. اصلا این فرمان اونها یا این قرار اونها به همون قانون تصویب کرده خودشون که در هر جای از 10 نفر تا 100 نفر شهروند میتوانند برای خودشون یک مسجد 5 وقته بنیاد کنند مخالفت میکنند. این یک جهتی مثلا. از جهت دیگر اونها در همون قرار خودشون قید کردگی هستند که این مسجدها از نگاه اونه که از جهت معماری ناقصند یا کمبودی دارند یا خراب کرده شوند یا به مرکزهای طبی فراغتی تبدیل داده شوند. پس اگر در حقیقت هم مسجدهایی که اونها دعوا میکنن از جهت معیاری ناقصند چگونه میشود که اونها را به مرکزهای طبی و فراغتی تبدیل داد؟ مگر تبدیل دادن اونها به مرکزهای طبی فراغتی از نگاه کمبودی بیناییشون به فرمانشون مخالفت نمیکند؟ از نگاه دیگر بگیریم هدف بالای این همه فشار و منع کردن و تبدیل دادن مسجد به مرکزهای فراغتی و مرکزهای طبی این فریب دادن مردم است. این سیاستی که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان پیشه کرده است دوام دهنده سیاست‌های زمان شوروی است. در زمان شوروی هم عیناً برای پیشگیری رشد اسلام مسجدها را می‌بستند، مردم را از رفتن به مسجد منع می‌کردند و حتی سخت‌ترین جزاها را برای چنین اشخاص روا می‌دادند. امروز ما می‌بینیم که حکومت جمهوری تاجیکستان همون سیاست را دوام می‌دهد و هدف یگانه حکومت جمهوری تاجیکستان از تخریب یا تبدیل دادن مسجدها به مرکزهای طبی یا فراغتی این پیش راهی مسلمان شوی اسلام شوی مردم را گرفتن است. این پیش راهی آگاهی شدن مردم از اسلام حقیقی را گرفتن است. آنها میخواهند برای مردم اسلام را تهیه کنند که خودشان میخواهند، نه اسلامی واقعی که دین اسلام برای ما و شما آورده است. حکومت جمهوری تاجیکستان در اصل ایرو آوردن بیشتری مردم به مسجدها البته هراس دارد. اگر واقعا هم حکومت جمهوری تاجیکستان سیاستی بنیاد کردن مرکزهای طبی، مرکزهای فراغتی را بگیرد، پس از بودجه دولت پول جدا کند برای مرکزهای فراغتی و طبی بنا بسازد. این معنی اون ندارد که مسجدهایی که مردم از پول و مبلغی جیب خودشان صرف کردند برای مردم یک فشار آورده عبادتخانه های اونها را گرفته به مرکزهای طبی یا فراغتی تبدیل دهند.